با سلام خدمت دوستان عزیز، در خدمت هستیم با تست RCD در ساختمان‌های مسکونی. دوستان این تست تحویل واقعا ایراد کار رو نشون میدن. به یک ساختمان مراجعه کردیم، این دو شاخه رو وصل کردیم به پریز که در واقع بیایم تست عملکرد جریان باقی مانده رو با دستگاه چک بکنیم. ببینید دوستان این دستگاه هستش، وصل کردیم، ببینید بین فاز و هادی حفاظتی زده مثلا 113 ولت و در واقع ما می‌خواستیم این تست RCD رو انجام بدیم. ببینید دستگاه تست قطبیت رو داره به صورت چشمک زن نشون میده. اومدیم پریز رو باز کردیم. دوست عزیز کلیپ اگه امکان هست ببینید هادی حفاظتی، هادی سرگردان دوستان.